علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و معلم برکاته. جان خوب هستید انشالله؟ سلامت معلم باشید. جان یک سوال درباره همین عوض کردنی نام. باید من چیکار کنم؟ برای من یک مصلحت زید معلم جان. نامتون خوشرو است، چرا نامتون رو عوض میکنه؟ نامی من گلناره شنیدم که این نامی معنای من گلی دوزخ گفته شنیدم. برای همین گل معلم در جان گوش دلم کنید خواهش نام میکنه که ها. همین من به گام چی مصلحت دهید؟ خواهر گلناره، نام ها زمان عوض می شوند که نامی خیلی شرکی باشد یا در حقیقت معنایش معنای بزیب داشته باشد. نار این از وی فارسی هست. این نامی عربی نیست که شما بگوید گل فارسی نار عربی شدگی نیست. در نام شما گلناره نامی عربی نامی فارسی است، معنایش هم گلی سرخ است، خطا نکنم. آره، نارین سرخی را میگن، گلی سرخ معنایش. معنای نام شما رو برای عوض کردن یگان یعنی چی نیست، ضرورت نیست یا حتمی نیست. با همین نام خود نامتون خوشرو است. پیامبر فقط نام، مثلا زینب، فاطمه، ام کلثوم، رقیه، نام خود پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم، این نام ها رو همش رو عوض نکرده بودن. سلمان فارسی رو پیامبر نامد رو دیگر میکنن گفتگی نیستن. پیامبر نام هایی که عبدالعزا بود، مثلا عبدالشمس بود، یا حرب، جنگ، من خیلی نام ها رو عوض میکردن. مثلا این معنی آن را ندارد که هر نامی که وی مثلا فارسی هست ترجمه کنیم و این عربی به این میشود و آن میشود گوییم. گلناره نامش گلی سرخ است، معنایش شما با فارسی ناماندگی برای شما یگان نیاز به تغییر دادن نیست. اما گفته نه من تغییرش میدیم، من یگان نامی خودی عربی میکنم. عادی نامی من همین است که برای نامی واسه کردن یگان گوسفند کشته خون کردن و مهمانی گرفتن و این گپا وجود ندارد. خواهرا کسی میخواهد نامش رو عوض میکند. پیامبر به یگان صحابه که مثلا بعضی صحابه ها رو که نامشون شرکی بود عوض کردن امر کردگی نیستن که باید مهمان کنی به مردم ضیافت دی یا گوسفند کشی. پیامبر به صحابه که ازدواج میکنند میگویند اگرچه با یک گوسفند باشد هم به مردم ضیافت بده. یعنی یک نامتون رو عوض کردنی شدید عادی عوض میکنید. اما همچون از جهت اسلام انشاءالله که خطاگی ندارد، نام شما نامی در به دوزخ رابطه ندارد، یک نامی فارسی است، یک نامی فارسی است. معلم جان رحمتی کلام، دلم خیلی شاد شد از سخنهای شما. سلامت باشی. خداوند از شما راضی باشد. جزاک الله خیرا.